کمیته اولتای فوق‌العاده تاجیکستان درباره باز یک حادثه ناخوش مرگاور هنگام ایزومچینی خبر داد. بنا به اطلاع این نهاد شام 1 نوامبر سال 2022 تقریبا ساعت 18:40 یک ساکن عبدالسوله پنجکن به سبب رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری پایش لغزیده به دریای زرافشان افتاده است. نجات بخشان شعبه اولتای فوق‌العاده وادی زرافشان شام 1 نوامبر به عملیات جستجویی سر کردند، ولی با رسیدن تاریکی جستجو را قطع کردند. جستجوی نورس غرق شده صبح 2 نوامبر از سر گرفته شد. تفصیلات دیگر این حادثه هنوز دسترس نیست. کمیته اولتای فوق‌العاده می نویسد روزهای آخر چندین مرتبه ساکنان را از بد شدن آب و هوا هشدار دادند و خواسته بودند تا در این روزها بخصوص در منطقه‌های کوهستان از رفتن به ایزومچینی، شکار یا چرانیدن چاروا خودداری کنند و به ویژه کودکان را به این کارها جلب نکنند. ولی با اظهار تأسف می افزاید این نهاد نه همه شهروندان به این هشدارها گوش میدهند که چنین فارغبالی در نهایت به فاجعه می‌آورد. کمیته اولتای فوق‌العاده بار دیگر به ساکنان مناطق کوهستان و دامنکو مراجعت کرده از آنها خواسته است که هنگام چرانیدن چاروا، ایزومچینی و یا شکار هوشیار باشند و به قدر امکان تا پایان هفته روان از این کارها خودداری کنند. کمیته به خصوص به این کار جلب کردن نابالغان را خطرناک نامیده است. کمیته اولتای فوق‌العاده قبلا با تکیه به معلومات هواشناسان خبر داده بود که دست کم تا 2 نوامبر سال 2022 هوا در تاجیکستان نامساعد شده، در وادی‌ها باران و در کوه‌ها برف تر می‌بارد.